سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی رساد 10 است. حالا فرصتی اعلان سرخطی موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. سفر رسمی پرزیدنت امامعلی رحمان به مسکو انجام یافت. در پایان این سفر میان تاجیکستان و روسیه 17 سند به امضا رسید، اما یکی از انتظاری‌های اصلی از این سفر عفو مهاجران تاجیک در روسیه بود. آیا این مسئله در ملاقات روبروی پرزیدنت امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین مطرح شد و یا نه؟ روسیه با این درخواست تاجیکستان چی واکنش نشان داد؟ منتظر باشید تا کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. گزارش دیگری که هم داریم از شهر مسکو است. در حاشیه سفر پرزیدنت به روسیه یکی از فعالان گروه 24 که در تاجیکستان اکستریمیستی اعلان شده است، در روزهای سفر پرزیدنت در میدان سرخ دست به اعتراض انفرادی زد. اعتراض او از چی بود و اطرافیان و پلیس به این عملکرد او چی واکنش نشان دادند؟ برنامه اخبار آزادی را ببینید، برایتان خواهم گفت. با سبب بالا رفتن آب دریای ایلاک، خانه و کشتزارهای دهها خانواده در فیض‌آباد آسیب دیدند. سیلخزی خوشبختانه خسارات جانی نداشت، اما باغ و کشتزاری حداقل 14 ساکنی دهه‌ای سر چشمه را ویران کرده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که خطر سیلخزی تا 24 اپریل باقی میماند. همکاران ما خرابی‌ها را که سیلخزی در فیض‌آباد به بار آورده است نوار گرفتند و در برنامه اخبار آن را به شما نمایش می‌دهیم. ساکنان چند بینا از ساختمان یک مرکز تجارتی در شهر کولابی ولایت ختلان تاجیکستان در اضطرابند. پای دیوار این مرکز در شفط دیوار خانه‌های آنها کافته می شود و پای دیوار خانه‌های آنها را خلل‌دار کرده است. خوف ساکنان از آن است که احتمال دارد پای دیوار خانه‌هایشان فرو رود. به داد ساکنان کی می رسد و تقدیر آینده خانه‌های آنها چی می شود؟ در برنامه اخبار برایتان گزارش می دهیم. موقع تاجیکستان از نگاه آزادی بیان در میان کشورهای جهان نظر به سال پیشین 12 زینه پایین رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر این ردبندی گفته است اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته شوند و یا از کشور خارج گردند. این سازمان میگوید تاجیکستان در سمت آزادی بیان برخلاف کشوری همسایش ازبکستان حرکت میکند و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار گرفته است. چرا آزادی بیان در تاجیکستان رکود کرد؟ مقامات و خبرنگاران در این باره چی میگویند؟ ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی تازه نیز رخ داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. بنابراین تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه های آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیکی همراهی کنید.